یادبود از قربانیان دوشنبه خونین، این بار در شهر پراگ مرکز جمهوری چک. کارمندان رادیو آزادی با خانواده‌هایشان، افغان‌های مقیم در این شهر و دیگر فعالان رسانه‌ای و مدافعین حقوق بشر گرد هم آمدند و به یاد رفتگان اشک می‌ریزند. لحظه سکوت و به روح شهدا دعا می‌کنند. 9 نفر از ژورنالیست‌های جوان خود را که هدفی از اونا صرف خدمت به مردم بود و رساندن معلومات دقیق و موثق برای مردم افغانستان بود، شهید شدند. ما این عمل عمیقاً از ته دل محکوم میکنیم، اما یک چیز را ما که به او متعهد هستیم، او مسائل هست که مربوط آزادی بیان، دموکراسی، صلح، حقوق بشر و این ارزش هایی که مربوط یک جامعه دموکراتیک است، ما به او دوام خواهد دادیم. رادیوی آزادی با پیروی از اینمی تعهد خود به نشرات خود دوام خواهد داد و به این مبارزه خود در راه صلح، آزادی و دموکراسی دوام خواهد داد. واقعا که ضربه سنگینی بود، نه فقط به خانواده رادیو آزادی بلکه به خانواده بزرگتر رادیو فری یوروپ، به جامعه خبرنگاران و ژورنالیست‌های افغانستان و برای تمام کشور. اگر افغانستان آینده درخشانی خواهد داشت، به دلیل فداکاری این جوانان و بازماندگان نسل این جوانان خواهد بود در کشور و اون جنایتکارانی که این جنایت را مرتکب شدند در آخر خدایی است و هر کس حق خود را خواهد گرفت. حمله مستقیم به آزادی بیان بود و اینا تلاش کردند تا آزادی بیان را سد شوند و صدای آزادی بیان را خفه بکنند که مطمئن هستیم به اهدافشون نمیرسند و همراهان و دوستان این عزیزایی که جانشان را دست دادن در سنگر آزادی بیان و مبارزهشان ادامه میتن. در همین روز دفتر مرکزی رادیو آزادی نیز محل برگزاری مراسم یادبود از 9 خبرنگاری بود که در انفجارهای روز دوشنبه کابل جان دادند. در این میان سباون کاکر و عبدالله حنانزی خبرنگاران رادیو آزادی و محرم دورانی بانویی که قرار بود 1 هفته بعد رسما کارش را با رادیو آزادی آغاز کند شامل بودند. حمله روز دوشنبه کابل را که در مجموع نزدیک به 30 قربانی گرفت، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، رسانه‌ها و حکومت‌های چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا به شدت نکوهش کردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت.